سلام جناب دارکی، سلام خسته بزرگوار. نباشین. مرسی از صحبت‌های قدرتتون. بفرمایید. جناب دارکی، من یه دو تا سوال ازتون داشتم. یکیش در مورد اینه که این کنسرسیوم توسعه ایران زمین و خب میدونیم که الان توی دستای شما هستن و خب نبض اقتصاد جهانی هم هستش. حالا این سوالی که من ازتون داشتم اینه که الان این درآمد نفت توی کشوری که حالا ما هستیم، مثلا کشوری ما که درآمد نفت و گاز و حالا منابع دیگه هم داریم، اینا هم الان از دسترس اینا یعنی دیگه خارج شده، یعنی اینا اصلا کلا درآمد خاص دیگه دستشون نیست خواهر عزیز، که بخوان استفاده ببین کنن. سوالت خوب بود، گوش کن، خوب گوش کن. شما اگر امروز در ایران 10 میلیارد تومن بذارید در بانک، هر بانکی حداقل ماهانه به شما 300 میلیون تومن سود میدن. درسته یا نه؟ تا با هم گفتگو کنیم. درسته؟ بله. آفرین. خوب گوش کن. ایران تو 500 سال گذشته، یعنی زمانی که آمریکا تو لوکیشن کره زمین نبوده، 245 سال پیش آوردنش، و کره زمین، اروپا، تمام کشورهای دنیا اموال ایران از معدن گرفته و طلا گرفته و ثروت از 100 سال گذشته، پول نفتش و تشکیلاتش سپرده در تمام کشورهای جهانه. شما ببین چه سودی باید بدن جهان به ایران و این سود دادن بی نهایت تریلیون ها دلاریه و این سود در کنسرسیوم ایران زمین کده. وقتی من بیام تو ایران که میام به زودی و برای جهان بازش من و جهان ما را، یعنی شرق و غرب ایران را به گروگان گرفتن. یعنی او پسرموها با امشب باز صحبت کرد، اونا ایران به گروگان گرفتن. چرا؟ چون سود اموال ایران سر به فلک میکشه. یعنی یه روز سود پولای ایران یک روزش میتونسته از ایران بهشتی بسازه که در کره زمین در تاریخ وجود نداره. با زبون ساده پس چی؟ پس ایران فقط سود پولاش تریلیون ها دلار و ایناست. وقت من الان به عمان هشدار دادم آقا 2 تریلیون خورده اومد تو عمان، تو بندر مرسین دوبه همین الان میلیاردها پول ایران هست، تو آمریکا، اروپا. اینا چرا ایران باید فقیر باشه؟ این کد شیطانی بوده. چرا؟ چون 96% توی 200 سال به اسم شیعه بازی و مذهب و اینا به خرافه گرایی و گدایی انداختن برن از امامزاده پول بگیرن و این باند تبهکار 1% ایران به اضافه اون 3% کارمنداشون نوکر اون پسرموهای باند تبهکار جهانی بودن.